سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد جان سلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم استاد جان. همین حکمی فرزندانی که در پیرانسالی و محتاجی پدر و مادرشان رو فرقی ندارد، پدر یا مادری بیمار رو تنها وقتی که میمونند و گمان میکنند که 2-3 تنگه مبلغی که میفرستاند برای آنها کفایه است و آنها وظیفه فرزندیشان رو اجرا کرده ایستاده‌اند. حکم همین فرزندا چی هست وقتی که تنها پدر و مادر بیمار رو در خانه میمونند؟ یا پدر تنها است یا مادر تنها است؟ سبحان الله. خواهرم درباره حقوق پدر و مادر خواهرام میدانیم که یگانه پدر و مادر است که پروردگار در قرآن پس از ذکر خودش، پس از حق خودش، حق آنها رو میگوید ان اشکر لی ولی والدیک یا و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. الله رو فقط پرستش کنید، به الله تشکر کنید، یعنی شکر گزاری کنید، سپس به پدر و مادر. احترام پدر و مادر اگرچه آنها مسلمان نباشند برای مسلمان فرض است، کجا رسد به پدر و مادر مسلمان. دوم، وقتی ما میگوییم حدیث است که حقوق پدر و مادر داخل جنت نمی شود، عزیزان، حقوق پدر و مادر شدن معنیش این است که پدر و مادر رو اذیت دادن، پدر و مادر رو خوارزار کردن است. و پروردگار برای هر یک من و شما فرزند صالح نصیب کند الها. پس از پیری شاید الان تجربه نداره، میبینید که برای پدر و مادر از 1000 قصر و تنگه و طلا یک لحظات کوتاه همراه فرزند نشستن بالا هست. برای همین اصلا گمان نکنیم که با پول دادن ما حق پدر و مادر خود را انجام داده. با یک بار حج فرستانیدن، با یک معرکه خوش رو کرده به اطرافش خیش و تبارش رو دعوت کردن، با یک بار و 2 بار توی کرده به او کرته های قیمت خریدن ما حق او رو انجام دادیم. نه، یک آهی که در بیماری کشید، یک آهی که در تنهایی کشید، برای تمام عمر شما رو سوزاندن کافی است. آره میگوید آخر من مستضعفم، من به وطن رفتم من زندانی میشوم، من به وطن رفتم من رو اذیتم میکنن و من پدر و مادرم رو چندین مراتب زیادتر میسوزانم. در اینجا شما عذر دارید و حتما این عذر رو به پدر و مادر خود رسانید که من همین گونه عذر دارم وگرنه من در پیش پای تو بودم. اما وقتی عذر ندارید و یا میتوانید پدر و مادر رو نزد خود فریاد کنید یا شما میتوانید در نزد او باشید، اصلا این فرصت رو از دست ندید. پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در صحیح هست، میگویند بینیش به خاک رسد، یعنی هلاک شود، به زمین افتد، خار شود آنه که پدر و مادر رو در پیری دریافت اما جنت رو نیافت. یعنی پدر و مادر پیر داشت، می توانست با رضایت آنها داخل جنت شود، اما از پی این کار نشد. و مشکل در ما، در مردم تاجیکستان زیادتر، ما مرده پدر و مادر خود را زیادتر فکر میکنیم از زنده بودنش. اونهایی که پدر و مادر خود ختم قرآن میفرستم این و آن میکنم میگویند زیادن، اونه که مادر زنده هم هست من چندین ماه ندیدم، چگونه رضایتش رو دریافت کنم؟ در حق مادر من چگونه میتوانم دعا کنم؟ برای پدر من هیچ کار نکردم بجز اینکه از پدر فقط گرفتم چی کار کنم؟ میگویند خیلی کم هستند. وقتی زنده هست دعای او رو گیرید تا که به دعای پیامبر که دعای بد کردن گرفتار نشویم. سرمون به خاک میرسد، به خاک یکسان میشویم. وقتی پدر و مادر داریم میتوانیم دعای آنها رو گیریم، اما بی‌پرواگی میکنیم، اون هم به خاطر 2 تنگه پول، اون هم به خاطر زندگی خوب و پسابیه ها خارج از وطن. اما چه خیلی گفتم وقتی به شما علاجی نیست که برگردید به وطن، چون نمیمونند پای شما برسد و در دینتان زندگی کردید، اینجا شما عذر دارید. انشاءالله در نزد پروردگار شما گناهگار نمیشوید، ولی به هر راه باید رضایت پدر و مادر رو گرفت، دعای آنها رو گرفت.